السلام علیکم اکای حاجی میرزا. نمازهای قضای امروزه را یا گذشته را بعد از نماز ویتر واجب خواندن ممکن است؟ ممکن است. نماز قضایی برادرای عزیز همین سه حالتی که حالتهای نماز نیستند، یکی بعد صبح دمیدن تا طلوع آفتاب که گویم نزد طلوع آفتاب، یعنی نو آفتاب بیرون شده است، این حالت زوال و حالت غروب، سه حالت نماز خواندن نیست. اگر نماز قضا را ما در صبح دمد، حتی اگر ما پیش از سنت بامدادم قضایامو نخوانیم بعدا سنت خوانیم هم جایز می شود. و همچنان اگر فرض بامدادم خوانیم تا برآمدن آفتاب قضایی هم که خوانیم درست می شود. فقط در مذهب خودمان موافق حدیثی که در بخاری روایت شده است تا طلوع آفتاب نماز نافله را خواندن مکروه است. نمازهای نافله را در مذهب خودمان یعنی تا طلوع آفتاب نماز نافله، ولی قضا که حکمش واجب است ما میتونیم که بعد فرض بامداد خواندن هم قضایامون خواندن گیریم، درست است. بعد ویتر میخوانی، پیش از ویتر میخوانی، البته به البته درستن. حتی بین عصر و شام هم نماز نافله که خود ما نیست کراهیت دارد، با مکروهی است، ولی نماز قضایی را اگر بین عصر و شام هم که خوانیم درست میشه.